سال پیش اروپا خانه انسان‌های نخستین یعنی نئاندرتال‌ها بود. آنها از بسیاری جهات به ما شباهت داشتند، اما گونه‌ای کاملاً متفاوت از انسان بودند و نسلشان امروز به کل منقرض شده. پژوهشگران با بررسی غارهای سراسر اروپا بقایای نئاندرتال‌ها را جمع‌آوری کردند تا دلیل انقراض این موجودات را کشف کنند. بعضی از دانشمندان معتقدند که گونه امروزی بشر کمی بعد از اینکه وارد اروپا شد، با شکار نئاندرتال‌ها آنها را از صفحه روزگار محو کرد. اما یافته‌های آزمایش دقیق‌تری که به تازگی در نشریه نیچر چاپ شد، به طور کامل این نظریه را تغییر داد. این تحقیق جدید نشون میده که اولین انسان‌های امروزی هزاران سال پیش از اونچه که تصور میشد به اروپا وارد شدند، یعنی حدود 45,000 سال پیش. این یعنی همون زمانی که اجداد ما با نئاندرتال‌ها برخورد کردند. اوایل اعتقاد بر این بود که نئاندرتال‌ها خیلی زود، یعنی حدود 500 سال بعد از ورود انسان‌ها از بین رفتند، اما به ظاهر این دو گونه زمان زیادی کنار هم زندگی کردند، یعنی حدود 5000 سال. و در این مدت جمعیت انسان زیاد شد و جمعیت اونا به تدریج از بین رفت تا 40,000 سال پیش که دیگه اثری ازشون باقی نموند. فکر می‌کنم بتونیم نظریه انقراض ناگهانی نئاندرتال‌ها به دست انسان‌های امروزی رو کنار بگذاریم. در مقابل میتونیم روند پیچیده‌تری رو ببینیم که همپوشانی بسیار طولانی بین دو جمعیت وجود داشته و بینشون تبادل نظر و فرهنگ در جریان بوده. پژوهشگران حالا به این نتیجه رسیدند که نئاندرتال‌ها پس از ورود انسان‌های امروزین به اروپا به دلیل رقابت بر سر منابع با آنها از بین رفتند. شکار اونها یکسان بود. گیاهان یکسانی رو جمع می‌کردن و به دنبال زندگی در بهترین غارها بودند. پژوهش جدید نشان می‌دهد که ما هزاران سال در کنار نئاندرتال‌ها زندگی کردیم و بشر امروزی با آنها تعامل داشته و حتی زاد و ولد کرده، اما دست آخر قرعه محو به نام آنها رقم خورد، چرا که نمی‌توانستند با انسان‌های امروزی رقابت کنند و 40,000 سال پیش احتمالاً در پی یک سرمازدگی برای همیشه از بین رفتند. Pallab Ghosh, BBC News.